اینجا مکان است که روز 15 نوامبر کارمندان یک شرکت چینی و رانندگان شرکت قرقیزستانی با هم زنی کردند. حالا وضع آرام به نظر می رسد ولی کار مثل پیشینه نیست و اکثر تجهیزات اینجا بیکار مانده است. زنی وقت شروع شده است که رانندگان شرکت چاینا رود و شرکت جنسی قرقیزستان هنگام گذشتن از یک راه با همدیگر بحث کردند. کارمندان هر دو شرکت یکدیگر را در سر زدن نزاع متهم می‌کنند. ساکنان میگویند درباره حادثه از شبکه‌های اجتماعی خبر یافتند و شاهد زنی نبودند. انیق نمیدونم که چی شد. گفتن که چینی ها هنگام سنگ و شغل بردن کسی را زدند. اینجا شغل آماده میکنن. گفتن که برای نوبت جنگ شده است. مقامات قرقیزستان حادثه را تحقیق میکنند و وزارت کارهای داخلی گفت که 44 نفر را برای شرکت در زنی بازپرسی کرده 16 کس را دستگیر کرده است. در میان بازداشت شدگان شهروندان چین نیز هستند. از روی این جنایت بر اساس ماده اوبوشی پرونده جنایتی باز شده است. پرونده برای تفتیش بر ریاست کارهای داخلی ولایت چوی فرستاده شد. یک راننده 20 ساله قرقیز در زنازنی جراحت برداشته در بیمارستان بستری است. نشر خبری زنازنی موجی واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. اکثر کاربران حضور کارمندان شرکت‌های چینی را در قرقیزستان تنقید کردند و از بعد جدی شد که مقامات مجبور به واکنش شدند. مقامات گفتند که شرکت‌های چینی در رشد اقتصادی کشور سهم گذارند و مهاجران چینی در کشور حضور قانونی دارند. مقامات قرقیزستان به این نظرند که روحیه چینی بدبینی به طور سنی در کشور بالا برده شده است. کارشناسان میگویند مقامات باید درباره کار شرکت‌های چین آشکارا معلومات دهند و از مردم چیزی را پنهان نکنند. حکومت قرقیزستان چین را یک شریک مهم اقتصادی خود در منطقه می‌داند. شرکت‌های چینی با هدف تطبیق لایحه‌های بزرگ وارد قرقیزستان شدند، از جمله بنیاد راه آهن چین قرقیزستان ازبکستان که یک سال پیش آغاز شد. حضور شرکت‌های چینی در کشور افزایش می‌یابد و مقامات هم تصدیق می‌کنند که تعداد مهاجران از چین چند برابر بیشتر شده است.